تصور کنید کشوری دارید با منابع نفتی و گازی عظیم با نیروی جوان و تحصیل کرده، اما برای دهها در یک باتلاق اقتصادی گرفتار شده. سوال اینجاست: چرا هیچ دولتی با هیچ شعاری نتوانسته این کشور را از این وضعیت نجات دهد و ثبات اقتصادی را به ارمغان بیاورد؟ بسیاری تحریم‌ها را عامل اصلی می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای خارجی، رازی پنهان در ساختار و عملکرد داخلی ایران وجود دارد که این چرخه معیوب را تداوم می‌بخشد. این گزارش که نتیجه تحقیقات عمیق تیم قوی تولید محتوای پولدان است، به بررسی این راز می‌پردازد و قطعات پازل مشکلات اقتصادی ایران را کنار هم می‌چیند تا تصویری شفاف از ریشه‌های واقعی این بحران ارائه دهد. بحران اقتصادی ایران یک پدیده گذرا نیست، بلکه یک مشکل ساختاری و چند وجهی است که ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. تورم مزمن و سرسام‌آور، کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر و چالش‌های عمیق در بازار کار و زیرساخت‌های حیاتی از مهمترین ابعاد این بحران به شمار می‌روند. تورم در ایران به یک ویژگی پایدار تبدیل شده است. این کشور 7 سال متوالی تورم بالای 30% را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در سال 2024 به 32.5% رسید که این رقم فراتر از محدوده دو رقمی نگران کننده است. صندوق بین المللی پول IMF نیز نرخ تورم پایان دوره مصرف کننده در سال 2025 را 45% پیش بینی کرده است. این ارقام نشان دهنده فشاری بی سابقه بر معیشت مردم است. برای مثال، حذف نرخ ارز ترجیحی در تابستان 2022 منجر به افزایش 100% یا بیشتر قیمت مواد غذایی شد. پایامد مستقیم این تورم کاهش شدید قدرت خرید و گسترش فقر است. میلیون‌ها نفر در ایران به فقر کشیده شده اند. نرخ فقر در سال 2019 از 33% فراتر رفت و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که امروز احتمالاً بیش از 50% جمعیت در فقر زندگی می‌کنند و حتی بر اساس میزان مصرف کالری این رقم به 60% نیز می‌رسد. بحران مسکن نمونه بارز از این وضعیت است. برای خرید یک خانه در تهران، یک خانواده متوسط ایرانی به 65 سال پس‌انداز نیاز دارد، در حالی که این رقم در سال 2011 تنها 12 سال بود. بازار کار نیز با چالش‌های جدی روبروست. اگرچه نرخ بیکاری در 3 ماه چهارم 2024 به 72% کاهش یافت، اما شکاف جنسیتی شدیدی در بازار کار وجود دارد. در سال 2021 تنها 12.2% از زنان بالای 15 سال شاغل بودند، در حالی که این رقم برای مردان 62.2% بود. این عدم وجود فرصت‌های شغلی و چشمانداز اقتصادی نامناسب به مهاجرت گسترده نخبگان منجر شده است. سالانه بیش از 50,000 دانشجو و 3,000 پرستار زن از کشور مهاجرت می‌کنند. حتی زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. با وجود اینکه ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را داراست، اما از سال 2024 با بحران انرژی مواجه است. سوء مدیریت و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر به قطعی‌های مکرر برق و آب شده است که زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند و به توقف فعالیت‌های صنعتی نیز منجر شده است. برای درک عمق بحران اقتصادی ایران باید به ریشه‌های تاریخی و تحولات ساختاری آن نگاه کرد. مسیر اقتصادی ایران پس از انقلاب 1357 به سمت الگویی از فرصت‌های از دست رفته و آسیب‌های خودتحمیلی حرکت کرده است. اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. در سال 2009 60% بودجه دولت از این بخش تأمین می‌شد. این وابستگی کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و فشارهای بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر ساخته است.
پس از انقلاب، ریال ایران که زمانی جزو 16 ارز برتر جهان بود، به شدت ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد. جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز ضربه مهلک به اقتصاد وارد کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی در طول این دوره سالانه 1.8% کاهش یافت. تحریم‌های بین‌المللی ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018 صادرات نفت ایران را به شدت محدود و دسترسی آن را به بازارهای جهانی و سیستم مالی بین‌المللی فلج کرد. صادرات نفت خام ایران بین آپریل 2018 تا اکتبر 2019 حدود 80% کاهش یافت. در نتیجه ارزش ریال در بازار آزاد به شدت سقوط کرد. این سقوط ارزش پول ملی یکی از ملموس‌ترین ابعاد بحران برای مردم عادی است. پولدان، گنجینه جانش مالی شما. در دنیای پرشتاب امروز، سواد مالی کلید موفقیت و آرامش است. در این کانال بدون چهره ما با ارائه حقایق مستند، تحلیل‌های عمیق و آموزش‌های کاربردی به شما کمک می‌کنیم تا از پیچیدگی‌های اقتصاد سر در بیایید و تصمیمات مالی آگاهانه‌تری بگیرید. اقتصاد ایران در عمل به شدت متمرکز و دولتی است. شرکت‌های تحت کنترل دولت به ویژه نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی بخش عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند. این نهادها بخش خصوصی رسمی را کنار می‌زنند و اغلب به طور ناکارآمد و غیر شفاف عمل می‌کنند. فساد گسترده در این ساختار به زیانهای مرده بر رفاه اقتصادی منجر شده و فرار سرمایه و بحران بانکی را تشدید کرده است. این مسیر تاریخی نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها شوک‌های خارجی مهمی بوده‌اند، اما ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی ایران در یک سیستم حکمرانی ناکارآمد، اولویت‌های سیاسی ایدئولوژیک و فساد ساختاری نهفته است که توانایی کشور را برای تبدیل منابع به توسعه پایدار تضعیف کرده و آنگاه در برابر هر گونه شوک خارجی آسیب پذیرتر می‌سازد. تحلیل داده‌های کلیدی اقتصادی ایران تصویر واضحی از یک چرخه معیوب ارائه می‌دهد که در آن کسری بودجه، چاپ پول، تورم و عدم سرمایه‌گذاری به هم تنیده‌اند و توسط فساد سیستماتیک و اولویت‌های سیاسی خاص تداوم می‌یابند. کسری بودجه مداوم محرک اصلی تورم در ایران است. هنگامی که دولت درآمد کمتری از مخارج دارد، مجبور به استقراض از سیستم بانکی و افزایش نقدینگی چاپ پول می شود. این اقدام به طور مستقیم باعث افزایش عرضه پول و فشارهای تورمی می شود. این چرخه نه تنها یک نتیجه سوء مدیریت است، بلکه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی عملیات دولت عمل می کند که عملاً از طریق تورم از مردم مالیات می گیرد. فساد گسترده در ایران زیانهای مرده بر رفاه اقتصادی تحمیل می کند و مانع پویایی بخش خصوصی می شود. بخش عمده اقتصاد توسط دولت و افراد وفادار اداره می شود که عملاً بخش خصوصی رسمی را کنار می زند. این ساختار سرمایه گذاری مولد را به حاشیه می راند و سرمایه به بخش‌های ناکارآمد و دارای ارتباطات سیاسی منتقل می شود. سرمایه گذاری خارجی نیز تقریباً ناپدید شده و سالانه 15 میلیارد دلار فرار سرمایه تخمین زده می شود. این چرخه خود تقویت کننده که با بررسی دقیق داده‌ها در پولدان تحلیل شده، نشان می‌دهد که ساختار حکمرانی و اولویت‌های آن به طور فعال مانع از رشد و ثبات اقتصادی می‌شوند و برای درک بهتر چالش‌های اقتصادی ایران، مقایسه آن با سایر کشورهای تحت تحریم مانند روسیه می‌تواند روشنگر باشد. این مقایسه نشان می‌دهد که تحریم‌ها اگرچه عامل مهمی هستند، اما تنها عامل تعیین کننده سرنوشت اقتصادی نیست، بلکه توانایی داخلی یک کشور برای انطباق، تنوع بخشی و اجرای اصلاحات نقش حیاتی در تابع‌آوری اقتصادی ایفا می‌کند. اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌های گسترده و شدید، انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که اقتصاد روسیه در سال 2024 3.2% رشد کرده و از نرخ رشد بسیاری از اقتصادهای غربی پیش گرفته است. این تابع‌آوری ناشی از چندین استراتژی کلیدی است.
تغییر مسیر تجارت به کشورهای آسیایی مانند چین و هند، جایگزینی واردات با تولیدات داخلی و رشد صنایع داخلی. در مقابل ایران نتوانسته است به اندازه روسیه در برابر تحریم‌ها تابع‌آوری نشان دهد. اقتصاد ایران به دلیل سوء مدیریت، فساد، کسری بودجه و عدم سرمایه‌گذاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناتوان است. سیاست‌های ایدئولوژیک خودکفایی، اولویت بندی ادغام با اقتصاد جهانی را کاهش داده و بخش صنعتی را از رقابت بین‌المللی محروم کرده. این مقایسه که در پولدان به آن پرداختیم نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها یک چالش بزرگ هستند، اما مدل حکمرانی ایران و محدودیت‌های ایدئولوژیک آن مانع از اتخاذ استراتژی‌های مؤثر تنوع بخشی و تابع‌آوری اقتصادی می‌شوند. راز پنهان در اینجا نه تنها وجود تحریم هاست، بلکه ناتوانی سیستم در پاسخگویی مؤثر به آنها به دلیل ماهیت خود سیستم است. وضعیت اقتصادی کنونی ایران پیامدهای عمیق و گسترده‌ای دارد که فراتر از ارقام و آمار اقتصادی است و به فروپاشی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. تحلیلگران از احتمال فروپاشی همزمان اجتماعی و اقتصادی در ایران هجدا می‌دهند. چشمانداز اقتصادی نامناسب و عدم وجود فرصت‌های شغلی به مهاجرت گسترده افراد تحصیل کرده و متخصص منجر شده است. سالانه بیش از 50,000 دانشجو و 3,000 پرستار زن از کشور مهاجرت می‌کنند. این فرار مغزها به کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور دامن می‌زند. راه‌حل‌های سنتی اقتصادی نیز به دلیل ماهیت ساختاری و سیاسی بحران بی‌اثر مانده‌اند. خصوصی سازی به دلیل فساد، ابهام قانونی و ضعف مدیریت شکست خورده است. بودجه‌های دولتی نشان می‌دهد که اولویت با هزینه‌های نظامی و دستگاه امنیتی است، در حالی که حقوق کارمندان کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری زیرساخته‌ای افت می‌کند. این اولویت بندی نشان می‌دهد که بقای سیاسی و دستگاه امنیتی بر رفاه عمومی و ثبات اقتصادی ترجیح داده می‌شود. این باعث می شود که هیچ دولتی که در چارچوب این سیستم عمل می کند نتواند بحران را به طور اساسی حل کند. راز پنهان در واقع طراحی خود سیستم است که بقای خود را بر ثبات اقتصادی و رفاه مردم ترجیح می دهد. این گزارش به بررسی عمیق ریشه‌های بحران اقتصادی ایران پرداخت و نشان داد که چگونه عوامل ساختاری و سیاسی فراتر از تحریم‌ها مانع از حل مشکلات می‌شوند. آیا راه حلی برای این راز پنهان وجود دارد؟ برای درک بهتر این حقایق مالی و مدیریت پولتان به پولدان بپیوندید. پولدان گنجینه‌ای از دانش است که به شما کمک می‌کند در این دنیای پر از نوسان آگاهانه تصمیم بگیرید. با ما همراه شوید، قدرت دانش را به دست بگیرید و آینده مالی خود را بسازید.